بسم الله الرحمن الرحیم. پیام الهی. الیوم نختم علی افواههم. در روز قیامت روزیه که بر این دهن مهر نهاده میشه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. این دست شهادت میدهد که تو چنین گناهی نکرد. شرح و بیان احادیث قدسی مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال جل علی مجده می فرماید: ای اهل ایمان، خداوند را بسیار یاد کنید و او را صبح و شام از هر نقص و شرک تنزیه نمایید. ای موسی ابن عمران، ای کلیم الله، سخنم را گوش دار. من خدای متعال و مالک و حساب رس قهارم. بین من و تو مترجمی نیست. خشم مرا و آتش دوچندان دوزخ را بر با خوران مشتدی. ای فرزند آدم، هرگاه دچار قساوت قلب و بیماری جسم و ناامیدی در رزق و نقصان در مال شدی، بدون چیز سخن گفته ای که ربطی به تو نداشته است. ای فرزند آدم، دینت راست و استوار نمی گردد تا اینکه زبانت راست گردد و زبانت مستقیم و راست نگردد تا اینکه از پروردگارت شرم نمایی. ای فرزند آدم، هرگاه در عیب مردم دقت نمودی و عیب خود را به فراموشی سپردی، مسلماً شیطان را خوشنود و خدای رحمان را خشمگین نموده ای. ای فهم، زبانت چون شیر است که اگر رهایش کنی تو را هلاک کند، پس نابودی تو در آزاد بودن زبان توست. خداوند متعال می فرماید: ای فرزندان آدم، همانا شیطان دشمن شماست، پس او را دشمن دارید. بدانید روز گروه گروه محشور می شوید و در حضور خدای رحمان منظم و صف در صف می ایستید و کتاب اعمال خود را حرف به حرف می خوانید و از آنچه که پنهانی و آشکارا انجام داده اید باز خواست می شوید. روزی که پرهیزگاران به سوی خدای رحمان دست جمعی و با تکریم محشور می شوند و گناهکاران را تشنه لب به سوی دوزخ می رانیم. شما را به پاداش کار نیک وعده دادم و از کار بد بی. همانا من خدای بزرگ و بیشبیه و مانندم و حکمران و فرمان روای چون من نیست. هر کس که در طول عمرش خالصانه برای من روزه باشد، با نعمتهای گوناگون خود روزه او را بگشایم و هر کس پاسی از شب را برای عبادت من برخیزد، منزلتی از منزلت خود را با او عطا می کنم و هر کس چشمش را از آنچه بر او حرام کردم باز دارد، او را از آتش بیم و قهر خود در امان دارم. همانا من رب و پرورش دهنده شما هستم، پس مرا آنگونه که شایسته است بشناسید و من منعم و نعمت دهنده شما هستم، پس شکر مرا بجا آورید و من حافظ و نگهدار شما هستم، پس دین مرا پاس دارید و من یاری دهنده شما هستم، پس دین مرا یاری دهید و من آمرزندم، پس از من طلب عفو و بخشش کنید و من مقصد و هدف نهایی خلقت هستم، پس مرا قصد نمایید و من بخشایشگرم، پس نیازهایتان را از من بخواهید و من معبود حقیقیم، پس مرا بندگی نمایید و من علیم و آگاهم، پس از من برحذر باشید. وقتی که میخواستی گناه کنی، برو در جای گناه کن که خدا تو را نبیند. به جای گناه و معصیت کن که خدا تو را نبیند. ای گفت سبحان الله، آیا این امکان دارد که به جای گناه کنم که خدا نبیند؟ گفت وقتی که امکان ندارد، از پدر خود میشرمی، از برادر بزرگ خود میشرمی، او خدایی که با همه عظمت و بزرگی تو را میبیند، آیا نمیشرمی؟ آیا شرم نمی کنی؟ شرط دوم را بشنو. زمانی که گناه و معصیت برای تو آماده شد، در جای گناه کن،
در جای گناه کن که ملک خدا و زمین خدا نباشد. گفت سبحان الله، هر جا برم مال خداست. شرط سوم، وقتی که میخواستی گناه کنی از روزی پروردگار نخور. گفت سبحان الله، هرچی من میخورم و مینوشم همه از خداست. شرط چهارم، گفت زمانی که میخواستی گناه بکنی با این شرط گناه بکن یادتو بیایه که به صحرای محشر فرشتگان عذاب تو را گرفتن و به طرف جهنم میکشانن، خود را از چنگال او فرشتگان نجات بده. گفت سبحان الله، من طاقت و قوت و قدرت فرشتگان را دارم. گفت پس وقتی که قوت و قدرت فرشتگان را نداری چرا گناه میکنی؟ شرط پنجم، اگر گناه میکنی این است وقتی که نامه اعمال تو را به صحرای محشر به دست تو دادن و برای تو گفتن که تو این گناه و معصیت را کردی، آنجا انکار بکن و بگو من نکردم. آنجا انکار بکن. به صحرای محشر زبان میگوید که من گناه نکردم. این زبان آماده میشه، میگه من گناه نکردم. الیوم نختم علی افواههم، در روز قیامت روزیه که بر این دهن مهر نهاده میشه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. این دست شهادت میدهد که تو چنین گناهی نکردی. و تشهد ارجلهم، پا شهادت میدهد که آیا چنین گناهی نکردی. الیوم نختم، امروز دهن حرف نمیزند. اگر میتوانی در صحرای محشر انکار کنی، بگی خدایا من گناه نکردم، امروز گناه کن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. همه ما گناهکاریم، نگو که من خطیبم. گناه و معصیت امروز جامعه ما، دکان ما، شهر ما، قلب ما، فامیل ما، تمام وجود ما را گرفته. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال می‌فرماید ای فرزند آدم، از کسانی نباش که توبه را کوتاه و آرزو را طولانی می‌کنند و آخرت را بدون عمل می‌خواهند و مانند عابدان سخن می‌گویند و چون منافقان عمل می‌کنند. اگر عطای به آنان بخشیده شود قانع نمی‌شوند و اگر از آن محروم گردند شکیبایی نمی‌ورزند. به انجام خیر امر می‌کنند و خود به آن عمل نمی‌کنند و از بدی نهی می‌کنند و خود از آن اجتناب نمی‌ورزند. صالحان را دوست دارند و خود از زمره آنان نیستند. منافقان را دشمن دارند و خود از آنانند و آنچه را که انجام نمی‌دهند می‌گویند و آنچه را که بدان فرمان داده نشده‌اند انجام می‌دهند و خواهان وفای به عهدند و خود عهد و وفا ندارند. ای فرزند آدم، هر روز زمین به تو گوید ای فرزند آدم، بر من راه می‌روی و در من مال اندوخته می‌کنی و آنچه را که آرزو می‌کنی می‌خوری و عاقبت کرم‌های درون من نیز تو را می‌خورند. ای فرزند آدم، من خانه غمگینی و بازخواست و خانه تنهایی و تاریکی و خانه مار و گشتمم. پس ای غافل مرا آباد کن و ویران مساز. ای دیده اگر کور نگی گور ببین و این عالم پرفتنه و پرشور ببین. شاهان و سران و سروران زیر گلند، روحای چومه در دهن مور ببین.